سیتی وال میدیا را دنبال نمایید. سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز، امیدوارم صحت و سلامت باشین. هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. روزهای اخیر ماه مبارک رمضان است. طاعت عبادتان به درگاه حق قبول باشه و آمد عید هم هست. ما آمدیم به بازار مندوی کابل و می‌خوایم که بپرسیم در رابطه با فروش میوه خوش، ببینیم که خریداری مردم چگونه است. ازدحام بسیار زیاد است، همه مردم آمدن به خاطر خریداری میوه خوش و تا آخر برنامه رو بیننده باشین و با ما باشین. بله دوستان، ما پیش یکی از دکاندارای ما هستیم که همینجا میوه خشک میفروشن و همراهشان صحبت میکنیم. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ جانتون سلامت باشین، خسته نباشین. زنده باشین. نام خدا بسیار بیروبار است. نام خدا بیروبار ضعف است. چطور است کارایتون؟ خوب پیش میره؟ خوبه، خدا مهربان است. چیزی خدا را شکر. قرار کرده است. شکر. میوه خوش دیگه میفروشین و بازارش هم هست، درست است؟ بله. نام خدا دیگه شما از می که میبینین سیر میشین از دیدنش. خود دیگه از دیدنش باعث شه دیگه، اگر دل ما گشنه است. خودتان که دکاندار هستین کدام میوه خوش که زیاد دوست دارین؟ پستر، بادام، چیزایی که چیزای قیمتی را دوست دارن. بله. مواری. هم چیزی که بدر با اعصاب خوب است، اعصاب نرمال نگاه میکنه. از کجا میارین؟ پسته از ایران میاد. از ایران میاد، یعنی پسته ایرانی است. ایرانی است، بله. بسیار خوب. و کشمش هم چند قسم است که یک نوع کشمش است یا دوم و او هم سومش؟ کشمش قندار است. این کشمش شمالی است. او کشمش غزنی است. کدامش بیشتر مردم میخرن؟ مردم دیگه کشمش قنداری را کشمش شمالی دوست دارن. خاطر که از وطن خود ما از بیشتر خریداری میکنن. کشمش گفتیم از کجاست؟ کشمش مزار است. سنگچارک مزار. این سنگچارک مزار است. و رنگایش هم فرق میکنه. او کشمش سیاست، این کشمش سبز است، او کشمش سار. و درباره این بادام بر ما کم بگوین. این بادام خوب مزه‌دار هم است. بادام لوگر است، بسیار بادام خوبش است. این نمکی. نمکی است. یعنی بادام که است دیگه، بادام وطن خود ما شما از سمنگان است. فکر کنم این بادام قیمت‌تر است. قیمت‌تر است. قیمت‌تر است. بادام کجک است، به نام ستاربایی یاد میشه، بسیار بادام خوب است. این بادام دیگه بیشتر برای ایدی میبرن. بله. کسایی که نامزاد بر نامزاد خود میبرن. بسیار خوب. این پیش شما نامزادارا بیاین دیگه بود برشون یکم مراد کنیم. خب مراد میکنیم حتما دیگه، باید که مراد. ما اومدیم اینجا بخیر برای چی میگن ایدی خود نمیبریم برای کسی برای خود ما خریدیم باز کردیم ما یکم مراد. هزار دفعه روزی که بیایم ان شاء الله مراد تون است. شما خودتون نامزاد هستین؟ عروسی کردین؟ چه رقم؟ نه، ما عروسی کردیم. در وقتی که نامزاد بودین ایدی برده بودین؟ بله برده بودیم. خب میوه خوش دیگه از خودتون بود؟ از من از خود ما بوده. اگه دیگه 1 کیلو برده ما 2 کیلو برده. 2 کیلو برده بودن. نه دیگه میگه داد خداوند است نه؟ بله و خاطره که گفتن خودتون میوه فروش هست دیگه، با شما دو قاطع بیارید. بسیار خوب. سلام علیکم، خوب هستین؟ سر شما خوب هستین؟ سلامت باشین، شما خوب هستین؟ زنده باشین. کدام میوه خوش قیمت‌تر است از قاطع از میوه‌ای که اینجا؟ از یکی کجور قیمت است، پسته قیمت است، دیگه نخود وطنی خود ما قیمت است. این میاد قیمت. امی پسته را زیاتر مردم دوست داره. قیمت از می چند است؟ قیمت 1 کیلویش دیگه. 1 کیلوش 950 افغانی. 950 افغانی 1 کیلو پسته. واقعا که کجور 1000. کجور میوه ایندی است 1000. یعنی که واقعا بسیار قیمتی شده و متاسفانه که مردم شاید همین میوه‌های ارزان بیشتر شاید بخرن، درست است؟ میوه مثلا کشمش است، نخود است، سیمیان است، چپسک و دیگه میگن اینا می ارزان است، توانش مردم میره دارن. مگم به ارتباط کاجول و پسته و بادام و چهارمغز بسیار نمیخرن، بسیار بخرن نیم کیلو میخرن.
چرا پیسه ندارن؟ بله انشالله روز برسه که بخیر همگی تو میوه خوش زیاد بخرن و ببرن خانه‌شان ارزانی شود بخیر در کشور ما تا اینکه از همون چیزایی که ما میبینیم فقط نبینیمشان بخوریم همچنان. درست است؟ مثال هم شرایط اگه خراب شد مثالشون پیسه میگیرن. اما از مثالشان واقعا پیسه میگیرن. یکی از مارکت های بسیار مقبول هستیم که تمامش میوه خشک است و میوه های رنگارنگ و همونطور معلوم میشه که تمامش مزه‌دار و مقبول. شما ببینید یک بار چقدر یک دکان مقبول است. آمدیم اینجا و میخوایم درباره میوه ها بپرسم و ما که اینا رو دیدم بخیر قسم مشترک شدیم از بس اینا زیاد هستن. همراه کاکای ما اینجا صحبت میکنیم. سلام وقتتون بخیر. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلامت باشین. بسیار تشکر. مسئول دکان خودتان هستین؟ بله. چقدر یک دکان مقبول دارین؟ والله اینمی قسم کار ما باید کم مقبول باشه، ستراتر مقبول باشه و میوه هم نام خدا بسیار زیاد است و چند نوع از قسم که من میبینم. میوه رقم است. یک تنها این بادامای پوزدار ما کدام 10 رقم داریم. این از کشمشا ما 4-5 رقم داریم. کدام رقم؟ این میره ما دیدم شما یک بار ببینین از چی میگن؟ جلغوزی است یا قیمت هم است؟ نه از دیگه سالا کدیم سال ارزان است کیلو 2000 است. پارسال قیمت بود، فرار سال هم قیمت بود 5000 4000. بریدم میخرن دیگه از این؟ میخرن من. این درباره از این نخود بر ما بگوین. این نخود سیاه پاکستانی است. این نخود پاکستانی است. این شما ببینین پوزدار از پیش ما ریخت. نخود هم چند قسم است؟ اینی باز نخود وطنی خود ما بسیار نخودش ستراتر و این نخود شور است. اینی نخود وطنی خود ما چی باز بسیار ستراتر است، بسیار خوبتر است. مزهش هم خوبتر است. و این بادام پوستکدگی است دیگه. درست است؟ این بادام پوستکدگی هم 4-5-6 رقم داره. امی بادام از زیادتر در میوه خشک میگن قیمت است. کدام بادام قیمت‌تر است از 5 نوع است فکر کنم؟ قیمت‌ترینش اینی بادام لوگری است که اینی قیمت است. این قیمت چرا این قیمت است؟ این مزهش خوبش است. اینا مزه خوب ندارن؟ نه مزهش قایدر از اون نیست. قیمت از خاطر عزیز که از این مزهش هم خوبش است، بادامش هم خوبش است. همین نخود ما می‌بینیم که 3 رنگ است. امروز از این نخودها ببینیم 4 رنگ میشه. اینا کاکاوی است دیگه. درست است؟ این ارسش کاکاوی. کاکاوی سفید است. این نخود از کجا میاد؟ یا در ایران کاکائو میشه، اول در اینجا جور میشن. برای خانه‌تان هم بردین میوه خشک دال یا؟ ما خودم شوید میبریم دیگه. شوید دیگه آماده است دیگه. دکان پیش خودشان است، دلشان جمع می باشه. زیاد هم حتما میبرین از اون میوه چی میگن قیمتی هم میبرین؟ والا میتی اگه کیلو 2 کیلو میبریم دیگه چی کنیم میگه. کدام وقت شده کاکا جان کدام نامزاددار آماده باشه قسمی که شما میفهمین دیگه وقتی که عید میشه و سال نو میشه نامزاددارای ما بیچاره بسیار به عذاب میباشن است از میوه خشک باز قیمت هم است. کدامی شکایت کرده باشه؟ کدامش از او باید 7 رقم خو بخرید نوروز که میخرند سال نو. باز عید مالا 6-7 رقم خشک میخرن مسکینا میبرن. امسال نسبت دیگه سال کم قیمتی هم است، اقتصاد مردم هم خراب است، ولی سعی میکنه کل مردم بیکار است، بیروزگار است. اگر دیگه سالا که میام شکایت نمیکنن، امسال که میان کم نالش میکنن دیگه. امسال که میان بیچاره دیگه از اینجا شروع میکنن که گفتم میرن ما این ایدی میبریم. باز ایدی هم میبریم، باز والا میگردن مسکینا که باشه اگر جای یک چیز ارزان‌تر پیدا کنیم. خوش که تو چیز نیست، ولی کیلو پسته است 900 روپیه، کل بازار بگرد 900 روپیه است. خودی دل خود خوش میکنن میگه باشه یک چکر دیم بگردیم پیشی گپا چی نیست. شما که نامزاد بودین باز زیاد برده بودین میوه خشک دیگه. ما که نامزاد بودیم ما والا چی میکنیم چاره نبود. باز خوب است این دکان از خودشان باشه دیگه دلشان جمع می باشه. باز برای می نامزادارای ما یکم مرات میکنین یا نه؟ والا چطور مرات نکنیم؟ مرات هم دل آدم برشون بد میشه مسکین اوجا خاص پیش میخواد. بیچاره واقعا بسیار سخت است که در این شرایط باز کم هم نمیشه ببرن نه یک کیلو خو میبرن 7 چیز خود سال نو 7 چیز میبرن بر تر کردن میبرن. این مول دمیدم که میان 5-6 چیز میخرن مسکینا والا. بیچاره میبرن. امروز این نامزادارای ما یکم مرات کنین که اونا بیچاره مجبور هستن دیگه. ما خو میشه مثلا در خانه هیچ نبرن نخوریم مگم نامزادارا مجبور هستن که ببرن نه میکنیم ان شاء الله مرات میکنیم. خیر و شما هم زحمت کشید. تشکر. سلامت باشید.
است. یک بچگک خرد است، خواستم امروز صحبت کنم. سلام، وقتت بخیر. علیکم السلام. خوب هستی؟ اینجا یک مستا شما خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خود دیگه دکاندار هستی؟ بله یا دکاندار هستم. این نام خدا خورترک هم هستی؟ دکانت تو کلان است؟ بله یا. خوب است فروشاتت میشه؟ شکر خوب است. همین وقت فروشات ما زگه وقت خونه زگه. بسیار خوب. ایدم نزدیک است. چطور است میوه خوش بیشتر میگن نامزادارا زیادتر میخرن؟ نامزادارا کس که نه ایدی میبرن. بله یا ایگه مردم های که نه رسم رواج دیگه. خودت خود نامزاد میگن نامزاد هستی؟ نه متول خود بچه هستم. خود بچه هست میگم خود بچه هستم نامزاد نیستم. بله یا. خوش نبودی که میال نامزاد میبودی این وقت این دکان تام نام خدا کل چیز هستم میبردی برشیدی؟ نه دی وقت بدر نمیخواه نامزادی باز باز. دی وقت نامزاد بدر نمیخوره، دی وقت قیمتی راست میگن. بله یا. و اگه نامزاد میبردی برش چقدر میوه خشک میبردی؟ یک کیلو دیگه. از هر چی یک کیلو میبرد. از اون چیزای قیمتی میبردی دیگه صحیح؟ بله یا. چی قیمت از دکانت زیاد؟ در دکان ما هر چیز قیمت نه. بادام است. اون بادام کیلو 2200 روپیه است. بادام لوگر است. اینی بادامش 1400 روپیه. اینجا اکسترا چه؟ اینی بادامش 1400 روپیه. بادام لوگر است. اینا مثلا پسته وطنی است کیلو 1000 روپیه. اینی کجور است کیلو 1000 روپیه کجور بیام. اینا پسته هم است. پسته خارجی وطنی. نامزادارا دیگه پیشت میای باز برش مراد میکنی یا نه؟ مراد کردگی باز میکنم. مراد کردگی بختر برشان مراد تو که باز خودتان بخیر نامزاد میشی کلان وقت باز میفهمی که دیگه چقدر مشکل است، مجبور هستن که برای نامزادهای خود ببرن نه؟ این خود رسم رواج باید ببره دیگه. باید ببرن. بسیار تشکر. سلامت باشی. تشکر. از برادرای ما خریداری میکردن خار هم هستن. ماشم چرا؟ سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستی؟ خورقم خیریت. سلامت باشید. چرا خار هستین؟ اول بگو. خار نیستیم، خورقم. نه خار هستین. این طرف میوه خوش سیل میکنین بگویی که از میا جنگ دارین. ولات یک مشکل است که قیمتی به اوج خود رسیده. آمدین میوه خشک میخرین؟ بله ها. برای کی میبرین میوه خشک ازی بگویی؟ نامزاد هستیم، یک هم برای خانه نامزاد میخریم هم به خانه خود. نمیشد مثلا دم امسال بگویی همین نامزادتون میگفتین میتونیم امسال قیمتی است نمیشه بعد بیاره میوه خشک. والا نمیشه دیگه، خود رسم رواج ما و شما مردم. حال چیز خریدین یا نخریدین؟ نخریدیم میخریم، حالا هر چیزی که بای میکنی یک بر یک کنیم قیمت شده. اما نشه کم چیزای ارزان بخرین، کشمش نخواد این چیزا. همین کشمش نخواد هر چیزی بخری قیمت است. وام قیمت است. نه خب با چیزای قیمتی دیگه هم از اونجا مثلا بادام و پسته این چیزا بخیر قیمت است. بله قیمت خاص درست است. حالا 1 کیلو نخود در پارسال بود 200 حالا شده 300. حالا دلتان است از راستی بگوین که از کدام میوه برش زیاد میخرین؟ من براتون میگم بخاطر که نامزاد هستین بر نامزادتون میبرین یکم که چی معلوم شوه تا خوب معلوم شوه برش پسته یک ذره زیاد بخرین. میخریم اگر پسته باشه بادام باشه خب رسم رواج ما و شما مجبور هستین بخریم. مجبور هستیم چطور کنیم؟ باز بر خانه یک ذره کم بخرین بر خانه نامزادتون. نه حالا تو از ما که هستیم مردم دار هستیم شکر از خانه نامزاد کردیم مجبور هستیم به خود زیاد بخریم. اینا نامزاد هم هستن دیگه مجبور هستن بر خانه نامزاد خود ایدی ببرن. قار هم هستن. من دیدم یک رقم قار بوده مگه که از میوه خوش جنگ داره. نیستیم خو یک ذره قیمتی است به پیسگی است یک ذره تولات آمده دیگه هیچ مشکلی نیست. دیگه هیچ مشکلی نیست. چند آوردین که ایتون که میوه خوش بخرین؟ میوه خشک آوردیم یک 10-15 باش که چه 10-15 فقط میوه خشک میخرن. خود دیگه حتما یک 8-9 ش بر خانه نامزاد میخرن دیگه ش بر خانه خودتون 100% همت 100% همت راست. اینا دیگه نامزاد شدم خوشبخت است بخیر برشان ایدی دراست ایدی میایه منتظر باشین. تشکر از شما. ایدی خوش داشته باشید. برای شما همچنان. سلامت باشید. بخیر. تشکر. خدا حافظ. از آمدیم در یک دکان خرما فروشی و خواستیم امروز از نام صحبت داشته باشیم و سلام کاکا جان وقتتون بخیر. خوب هستین؟ سرتون خوب؟ مزاحم شدم. خواهش میکنم سلامت باشین بخیر باشین خوب هستین شما؟ زنده باشین. دکان خرما فروشی است دیگه درست است؟ بله خرما فروشی است. شما قسمی که میبینین از خرما چند قسم از دی دکان و هر قسم خرما که بخوایم دی دکان پیدا میشه؟ دی دکان تقریبا 20 از 30 نام زیاد هستن خرما. عربی، ایرانی، عراقی،
بله. چند سال میشه که خرما فروشی میکنین؟ خرما فروشی خود تقریبا یک 12 سال میشه خرما فروشی میکنیم. خب اینجا نام تازه آمدیم ده اینجا دیگه. من چطور از فروش خرما کدام رقم خرما را بیشتر خریداری میکنن؟ بیشتر خرمای یک رقم کلیته میگن دور خریداری میکنن. زرد زایدی سن و ایرانی سن ارزان است رو خریداری میکنن. به ایدام خرما میگیرن یا نه؟ به ایدام میگیرن، بدون ایدام میگیرن، بعد از ایدام میگیرن. خرما بخیر مروج شده داره. در ماه رمضان باز زیادتر میگیرن چون که وقتش از دیگه. بله در ماه رمضان دیگه بخیر زیادتر میگیرن. هر چی که یواز شیرینی و نخود چیزا به خاطر چای و بدون رمضان که افطار میکنن به خاطر چای هم زیادتر میگیرن. دور مروج. خرمایتان زیادتر قیمت است در دکانتان؟ قیمت خرمای ما اینی خرما سنینی. امی خرما را میگن دیگه این سیز؟ خرمای ما. این خرما از کجا میآید؟ این خرما از دبی میاد. این هم از دبی میاد. عربی هستن از دبی میاد. این کیلویی تقریبا 1100 افغانستانی. و حتما دیگه مزهش هم خوب است. بله مزهش هم خوب است. زیاد دیگه بهترین خرما است. یعنی دیگهش عجوه است که خود رسول خدا کشت کرده. یا بهترین خرما است. از اینکه بالا خرما دیگه نیست. شما اینجا فکر کنم عسل هم میفروشین؟ بله عسل هم میفروشیم. عسل میفروشیم. این چیز خراب دیگه دکان بخین آوردیم. و شیره انجیر هم هست. شما ببینید بله ازا؟ شیره انجیر هم داریم. شیره خرما هم داریم. شیره انجیر بیشتر به چی استفاده میکنن؟ مردم بعضی ها به خاطر که گرده درد یا کدام مریضی داشته می باشند یا با شیرم میشه به قیماق هم بخورن به بعضی چیزای دیگه همین تا قطنان هم خورده میشن. بسیار خوب. کاکا جان کدام بچه تا نامزاد هم هست یا نه؟ نه فعلا یک دو تا نامزاد بوده که برزا و روسی کردیم ولی فعلا نامزادی ندارن دیگه. باز نامزاد که بودن برشان ایدی خو میبردین حتما؟ ولی حتما هم مروج هستن این افغانستان خیلی رمضانی و مثلا ایدی و نوروزی یا دیگه حتما دیگه آدم میبره. گفتن که 2 دانه بچه ما عروسی کرده باز بر اردوش یک اندازه میبردین یا نه؟ یا مثلا یگان تو یک بچه خود کم زیاد دوست می داشته باشه یک شی کم یک ذره کمتر نمیکنه. اولاد فرق نمیکنه. حتما دیگه چیزی که مروج باشه اونم مروج کارو میکنیم. از او کم زیاد بردن نمیتونیم که ببریم. برشان ایدی میبردن. زنده باشین. بسیار تشکر. از آمدیم در یکی از دکانهای میوه خشک فروشی هستم و همینجا چند نفر کاکا شیشتن همراهشون صحبت میکنیم و ببینیم کدامشان خریدار هستن. سلام وقتتان بخیر باشه. اینجا سلام. صحتتان خوب است؟ تشکر. زنده باشید. کاکا جان خریدار هستین یا فروشنده؟ نه ما خریدار هستیم. خریدار هستین. نام خدا امی طرفتان که دیدم فهمیدم خریدار هستین. زنده باشید. خرید میوه خشک دیگه آمدین سیز؟ به خاطر خرید میوه خشک آمدیم. به خاطر ما ختم قرآن داریم. به خاطر چیز شکرانه ختم آمدیم که بخریم. بسیار خوب. خرید کردین یا نه؟ تال نخریدیم. خب مقصد کارش خلاص کردیم. تال تسلیم نشدیم مواد سودا خدا. چطور بود؟ قیمتا مناسب بود؟ خوب بود یا نه؟ قیمتا دیگه به اوج خود رسیده دیگه. به خاطر ماه رمضان است برکت داره. قیمتا بالا رفت. بسیار قیمتا بلند رفت. بسیار خوب. خودتان در خانه کدام کس نامزادار دارین یا ندارین؟ نامزادار نداریم دیگه. خودم نامزاد شدم دیگه کس خونه. شما تال نامزاد نشدین؟ تال نامزاد نشدیم. نه. کاکای ما تال نامزاد نشدن. دلیلی که تال نامزاد نشدین چیست؟ تو تال نامزاد نشدین کاکا جان؟ دفعه دومش نشدیم. اول چه شدیم؟ دفعه دوم بخیر. مردم حالا زیادتر یا می دفعه اول هم بیچاره میگن که می دفعه اول چطور ما عروسی کنیم شما این دفعه دوم. خب میشه دیگه. خب یگانه مقصد کاکا جان در خانه شما رو میبینن. ببینن؟ در خانه میبینن. ببینن دیگه قرش میبینن شان هم. کاکا رو میگم در خانه میبینیتن روی خود او طرف میکنن. مقصد متوجه هستن. باز اصلا دیگه تصمیم دارین نامزاد شوین برش ایدی میبرین نام چیزا. بچه کار نامزاد کنیم برشان میدی میبریم سونه میبریم. بچه‌ها دیگه نامزاد هستن. بچه‌ها نامزاد نیستن. یک شارسی کرده که دیگه شام سره آماده از دیگه به خاطر نامزاد شدن. از دوره نامزادی خودتان بگوین بردین ایدی نبردین؟ با قدر یاد ما رفته دیگه. در وقت چی بود؟ وقت حکومت طالبا بود دیگه. دوره قبلیش بود دیگه. نمی‌فهمم تو مقصد نبردین؟ بردیم می‌بردیم دیگه. فراموش کردیم. نمی‌فهمیم دیگه. خیر است. میشه که اینال پس سر اول اینی وقت بگو وقت که دیگه وقت نشد برات بیارم اینال برات. نه برم دیگه باشن. خانه میبرم برای خودش. نیاز نمیبرن. خب به حساب نامزادی دیگه برش نبرین. به حساب از اینکه خانمتان از برش ببرین میوه خشکینا. او توفای دیگه. یک توفای میشه. توفای روز زن آدم ببره. توفای روز مادر ببره. توفای روزی رو ببره. او خدا شد دیگه. زنده باشین. سلامت باشین. تشکر.
میوه خوش به شما گزارش آماده کردم. امیدوارم از برنامه خوشتان آمده باشه. چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید. سیتی وال میدیا. شما همچنان میتونید ما را در فیسبوک همچنان ببینید. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت و لحظه‌تان خوش. خدا نگهدار. سیتی وال میدیا را دنبال نمایید.